سلام دوستان، عصرتون بخیر. بازار واکنش نشون داد به داده های نرخ تورم آمریکا و با توجه به اینکه نرخ تورم بیشتر از پیش بینی ها اومد و سرمایه گذاران یه جورایی از ایده کاهش نرخ بهره آمریکا دلسرد شدن و این باعث تقویت دلار آمریکا شد و قیمت طلا شروع به ریزش کرد تا سطح حمایت 2503 و بعد از اون داده های جی دی پی که در واقع منتشر شدن و جی دی پی بدتر بود، یعنی نشون میده که رشد اقتصادی آمریکا داره کاهش پیدا میکنه و این لزوم افزایش نرخ بهره هست و کاهش در واقع جی دی پی یا همون رشد اقتصادی آمریکا سبب کاهش ارزش پولش میشه. به همین دلیل طلا برگشت و به سطح مقاومت 2515 نزدیک شد. در حال حاضر بین این دو سطح در حال نوسان هست، یعنی 2503 سطح حمایت هست و 2515 سطح مقاومت هست و اگر بتونه سطح 2515 رو بشکونه امشب، میتونه تا سطح 2524 هم قیمت طلا رشد کنه. باید بمونیم و منتظر در واقع داده های بعدی باشیم و اخباری که میتونن